عاشقتونم چت. حاجی منو میگید من بچه واقعا خب واقعا فهمیدم که این ایسکا نیست. خوب گوش کنید که این واقعا فهمیدم که این ایسکا نیست. واقعا اینو فهمیدم. خب من تشخیص میدم ایسکا، حسم به قرآن درست بهم میگه، حس شیشم همیشه بهم راست میگه. خب آقا یه حسی بهم گفت این دعوا شده. زنگ زدم گفتم چی شده؟ دعوا شد. گفتم چی؟ دعوا شد. بعد نه بچه حالش بده اصلا. زنگ بچه خواهش میکنم کسی اصلا نگه به سام زنگ بزن، واقعا سردرد داره، حالش خیلی بده. خب دعوام شد. حاجی من وسط ویدیوی پیمان فازی که اون لحظه داشتم، نخنده آقا جدی، ما من حالا هیکل و قد آنچنانی ندارم ولی به خدا پای رفیقم باشه میرم کتک میخورم تهش دیگه. من وسط ویدیو پیمان داداش ما با هیچ آشتی نریم، دعوا نمیکنیم که بخوام آشتی بکنیم. هانی هم داداش منه، بحث بزرگی نیست. به کسی هم چشم نمیگم، من به هیچ خدایی چشم نمیگم، من به پدرم هم چشم نمیگم، ولی من دعوا میکنم. گفتم گذشتم نمیکنم، من دعوا میکنم. من تک اینا همه من دعوا میکنم. داشتم ناموسی نمیدم. ببین تا وقتی خار مادر علی درویشو یزدان کونی رو نگام ول نمیکنم. من دعوایی ام، من جنگی ام، من دعوا میکنم. خب به هیچ هم چشم نمیگم. خدایی رو پله من ندارید بگید آقا وحید آشتی کرده. 3 شب قرار دعوا گذاشتم، یزدان کونی با تیم مفعولش نیومدن. هانی اومد از من خواهش کرد تو رفیقمه خواهش کرد گذاشت برید امشب قرار دعوا چیز نکن. گفتم نه داداش بچهای کرج، هرسین، همدان، ورامین، قم همه با عشق من داشا من همه اومدن. تو میری چی؟ تعصب منو میکشن، نون من قرض مرده، منم تعصب اونا رو میکشم. دعوا شده چیکار کنیم الان؟ ما چجوری جلو این وایسیم؟ این وحید مرادی حسین. من آقا یه دونه اینو گذاشتم تو ماشین. خب اینو گذاشتی وایسا. چی؟ یه دونه اینو گذاشتم. رجای شهری اینو گذاشتم تو ماشین. گوش کن به سام زنگ میزنم میگفتم 20 دقیقه دیگه، یه رب دیگه، 10 دقیقه دیگه گاز و پر ماشینم بچه پرواز میکرد. شهر همه پا شده بودن. وایسا تو بشی من پاپا وایسا. نه بیار صندلی. سعیدلو مرسی برای رج کویته داشتی، عاشقتم. گازو پر کرده بودم. مامان یه دقیقه میذاری استریم کنم؟ نه تو رو خدا خسته میشم. من خسته نمیشم. خسته شدی؟ نه دیگه همتون که با من دعوا دارید. حاجی گازو بستم به کون ماشین، 210 تا تو راه بیمارستان. چند تا اسمس اومد برای جریمه؟ ماما رفیقم دماغ شکسته. تو به فکر اسمس SMS پزشک زیبایی هستی، دماغ شکسته. خواستم دعوا کنم. تو هم دماغ تو هم بشکنه. نه به خدا لخت میشم. میدونی من لختم میترسن. نه که با بچه خودم آماده کرده بودم به پیمان. بچه میدونید پیمان و سهیل هم که بچه میدونید شجاعترینن. یعنی وقتی یه داستانی میشه پیمان و سهیل صف اول دعوان میرن تو دل دشمن. سهیل که من هر موقع ایستی شده هی نگاه میکنم خدایا اینا الان 5 تا بشن 6 تا بشن، سهیل نیست رفت. بعد 20 دقیقه مثلا همه چی خوابیده یهو میاد میگه بلند شو. یه بار بچه گوش کنید الان پیمان هم تعریف کنم وایسید خیلی دلم پره. یا آجی سهیل با 206 من تو حال هوای خودم تو گوشی، یهو با 206 خوابون تو کونه ماشین جلویی. بعد یهو من به سهیل میگم خندم گرفت یارو پر کرد. به خدا بچه من هیچ ادعایی ندارم ولی پای رفیقام باشه به جون مادرم جونم میدم. بگو شاهدی تو. چرا قدت انقدر بلنده؟ 75 سان پاشنه پوشیدیم ما. بازم من قدم بلنده. گوش کن حاجی با 206 گذاشت تو کونه ماشین جلویی. پیاده شدم ماشین، یارو اومد در ماشین رو بس اینجوری چطور رو که رفتم جلو. گفتم چیه؟
یه ذره کوچولو فشار اومد به ماشین دیگه. چی شد؟ خیلی صفر رفتم وین کردم. بچه‌ها یارو گفت آقا آخه ناکنید، من اصلا کاری نداشتم، رفیق شما زد اینا. سهیل دید هیچ اتفاقی نیفتاده، یهو اومد اینجوری شبا طرف پیاده شد. گفتم سهیل تو رو خدا تو بشین کاری نکنی. یهو پیاده شد یارو رو اینجوری بغل کرد. آقا خوبی؟ 10 دقیقه یارو رو بغل کرد. بعد به من میگه واسه چی اینجوری میکنی وسط خیابون؟ بعد نشستیم ماشین. گفتم سهیل، من گفتم داداش الان پیاده میشی یارو رو سالتو میزنی میگیری میکشش وسط خیابون. سگو ندیدی صندلی عقب؟ من اصلا به سگ حتی نگاه کرده بود صندلی عقب ماشین سگ هست یا نه. بعد نشستیم تو ماشین اینجوری که اگه دعوا میشد خیلی اعصابم خورد میشد، خدا به دادش برسه. گفتم آره بابا. حالا پیمان گوش کنید بچه‌ها، الان میگم. ببینید من با کیا داشتم میرفتم به سمت اونجا. من که سناریو، خب بچه‌ها نخندید، بعد من کرج بزرگ شدم دیگه، سناریوهای جنایی برای خودم طراحی کردم. گفتم الان میرم پیش سام، 2 تا پژو از این ور میان، 3 تا 206 همین میپیچن جلومون. منم که آماده آهنگا تو ماشین پلی ترویس گذاشته بودم. آدرنالینم بزنه بالا، میخواستم قهوه‌ام بگیرم. به پیمان گفتم داداشی آماده ای؟ گفت به خدا هیچکیو زنده نمیذارم برسیم اونجا. 2 تا چک زدم به پیمان تو ماشین، آدرنالینمون بره بالا. گفتم الان 2 تا 206 میبرم ست. حالا یعنی تا با پیمان و سهیلم پشتم گرمه یه اسمم پاک براشون بذارید. آقا هیچ. تو راه بیمارستان پیش سام بودم، 1001 احتمال دادم مامان. گفتم اینا الان با غمه میریزم. به پیمان گفتم داداش ما که دعوایی نیستیم، فقط داریم میریم برای دفاع از رفیقمون. سامم یه جوری عکس برای من فرستاد. گفتم 30-40 نفرن، تموم، بدبخت شدیم. آقا رسیدیم به بیمارستان، یهو دیدم دم رسپشن، دم صندوق، سام اونجوری وایساده. اومد جلو، دیدم مامان انگار زبونم لال سام صابری. یهو دیدم مایکلانجلو اومد جلو. الان بچه‌ها یه عکس نشون میدم شما سامو این شکلی فرض کنید. یعنی یه جوری شده که فقط نمیدونم یارو چی کار کرده. بچه‌ها این سام الان وایسید، خود مایکلانجلو چت الان، واقعا میگم بهتون این سام صابریه چت. اسکینشو الان باید بسازیم. خودشه بچه‌ها. سام این شکلی دم صندوق بود، واقعا این شکلی وایساده بود دم صندوق. هیچی آقا. بعد آقا ما اومدیم، من هاج و واج. بعد دیدم حاجی انقدر این آدم بچه پر روه، واقعا پاک بهش. دیدم گفت عاجز. گفتم الان میگه حسین آماده باش، گارد رزم میگه الان اینا میریزن تو بیمارستان توضیح بده. نه خیر، ساعت 4 خورده‌ای بود من عکسو دیدم. به خدا بچه عرق سرد ازم میچکید. عرق سرد، به خدا عرق سرد ازم میچکید. خب حاجی 200 تا به سمت جایی که سام گفته بود. به پیمان میگفتم پیمان آماده دعوا باش، جنگ باش. من گفتم میریزن تو. میخواستم آخرین پیاممو تو چنلم و استوریمو براتون بذارم و بگم واقعا این 6 سالی که کنارم بودید با افتخار کنارتون بودم، تک تکتون رو میپرستم. اومدم تا اندازه 10 سال خایمالی همتون رو بکنم. اومدم حلالیت ازتون بتوام بگم اگه بار گرام بودیم و رفتیم و اینا. همه داشتم تو ذهنم آدم میگم چه متن بنویسم قبل جنگ. یهو رسیدم سام تو صندوق بیمارستان وایساده. سام دیدم یکی اومد اینجوری عین مایکلانجلو لاک پشت اینجا شده بود. سام صابری با اون قیافه، هتریک. یهو رسیدم بهش اینجوری که خاره این زندگی. آره گفتم چی شد سام؟ کی کجاست چیه؟ زشت شدم. حالا چجوری برم شده دوربین؟ گفتم بابا من جون به لب شدم. بعد فکر کردم یه دوچرخه بهش زده، یه چی بهش زده. زشت شدم حسین، زشت شدم.
حاجی بچه با 2 متر قد سرشو گذاشته رو شونه من، میگه زشت شدم. بابا به خدا بچه ها، خدای الان جذبش بیشتر نی. صبر کنید من یه عکس به شما نشون بدم. این عکس تاریخی بره روی تامنیل تمام خلاصه استریم گذارای یوتیوب. وای ولی حاجی یه چیزی بهتون بگم، حاجی چرا تو این حالت هم بهتره؟ آقا گوش کنید. بعد سام چیز گذاشت سرشو اینجا گریه میکنم، میگفت زشت شدم فلان بیسار اینا. گفتم داداش زشت نشدی، الان تازه چیز شدی، تازه خوشگل شدی، ابهتت رفته بالاتر اینا. نمیتونم دیگه برم جلو دوربین، نمیتونم. بعد گفتم چی شده؟ مثل اینکه یکی تو گیم زده بودتش، با ماشین میپیشه جلو سام هم پیاده میشه بلند دقیقاً اینجوری که برام تعریف کرد. پاشو میگه سام گفت یارو پیچی جلو ماشینو، نمیذاش تکون بخورم، گفت پیاده شدم یه دونه اینجوری زدم تو در ماشین یارو. اصلا بچه تقصیر سام نبوده دعوا، میگو پیاده شدم یه دونه زدم تو در با آرنج زدم تو شیشه ماشین یارو. میگفت استریم برای تو لگه عشقم. بچه لگ دارید؟ شما لگ دارید بچه؟ آره. گفت با آرنج زدم تو شیشه ماشین، با لگت میزدم تو در. آقا میگو با آرنج میزدم تو شیشه، من میزدم. بعد یارو میومد، گفت یارو گفت اومد پایین، میگفت بهش گفت بعدم گفت 40 خورده سالشه، دماغش شکسته بچه. میگفت گرفتمش گفتم برو نمیخوام دعوا کنم و اینا. 40 خورده سال دستش شده بود. دادا وایسا گوش کن. میگفت یارو رو گرفتم، میگفت بهش گفتم عمو احترام سنتو دارم، پاک برای داشت سام، پاک برای سام. بچه واقعا مراعات کرده. حالا درسته ماشین یارو رو ترکونده ولی خب به خودش که آسیبی نزده، ماشینو زده دیگه بچه، ماشینو زده دیگه. آره دیگه 2 تا لگد و 4 تا مشت و یه چکش هم میزد وسط کاپوت یارو، تکمیل بود. خب واقعا پاک براش. گوش کنید، سام میگه ولش کردم اومدم برم با ساعد و مش. ماشینش چی بوده؟ حسین ماشینش چی بوده؟ میگفت یارو رو ول کردم تا یه ولش کردم، یه اینجوری ول داد تو صورتم. بعد بچه دست یارو دماغش ببینید چقدر سام بد شانس بود. الان تو بزن مش تو بزن. میگفت زد، حالت نداره. میگفت اینجوری مشتش از جلوی دماغ رد شد، ساعدش اینجوری گرفته به دماغ. بعد میگفت یهو دیدم کجم. بچه ها بعد یه چیزی هم بگم بهتون، یه دروغ گفتم بهتون، چرت و پرت گفتم. یارو یکی از کسایی بوده که تو بادی زده بودتش. یارو همینجوری اومده پیچیده جلو سامو میخاریده طرف دیگه. خب بعدم که بچه ها دیگه رفتیم دیگه، من سامو دیدم و دماغش با بنیامین رفتیم. سهیل هم اومد، پیمانم که پیش من بود، رفتیم بیمارستان چیز بهمن. و بچه ها یهو به صورت خودجوش شروع کردیم به ویدیو گرفتن، ولاگ شکستن دماغ. و عجیبتر از همه چی اینو بهتون بگم، دکتر بیمارستان برگشت به سام گفت احتمال خیلی زیاد عمل نمیخواد. چرا؟ دماغ استخونش رفته تو چش، بهش میگه عمل نمیخواد. ما همونو سهیل پیشنهاد داد، گفت اینو ویدیوش کنیم، زیر 1 میلیون ویو نمیخوره. سام هم گفت بچه‌ها دوربین در بیارید 16 دقیقه ویدیو رو پر کنید. ما هم که همه دوربین میبینیم دیدید کسخل میشیم، ذاتیه. واقعا این کار کردی؟ واقعا ویدیوش کردیم. چت پاگینده چت، یک لحظه هم شما از هیچ نباید بیخبر بمونید. پاگینده چت، اکیپ قوی، تیم قوی، لیتس گو برای فتح ویو.
دستش خوشحال بچه ها. من همون لحظه تریال سام پی ام داده طول سگ، همون لحظه پست گذاشتم اینستا بچه ها، همون لحظه گرفتم دوربین رو سام گفتم فعلا محسن دماغ شکست. بعد بچه ها یه چیزی من به شما بگم، واقعا ارمیا اونایی که گفتید فلم روش آرکیو زده، شما چه فکری راجع به من میکنید؟ به خدا پی ام میدارن، کامنت میذارن زیر ویدیو مسیج 100% چیز زده. آره بچه دست داشتش هم شکست. سلام مسی. آره واقعا یه روی خبریه بچه ها. وای چرا دستش شکسته؟ دست داشت بیار چنلشو. بچه ها دست داشتش هم شکست الان متاسفانه. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ واقعا؟ بعضی روزا آدم بد بیاری میاره دیگه. برای پسر عادیه بچه. خدایا دارم میگم دیگه بچه، دارم میگم آقا اسپم نید تو رو خود. دست داداش سام همین الان شکست.